آقا میبخشی هم یک چیز گفتنی هم برای همین وی تو ظلمی تو بفرما. بگو که آقا جان همه سالی 92 91 سالو با کجا بودتن شما کی؟ خب شما میتوانین امو یوتیوب تونه هست بگذاریم با ما صحبت کنین. سال 91 92 در کجا بودیم؟ هم خیل؟ با جای امام علی بیا تو هم ما هم اکثر تو طرفداری کنیم تو نامزدی تا گذاری و تو بیا هم تاجیکستان رو تینج کنی بود هم جنگو با تو کجا بودی؟ اوکی اگر که جنگ در که نبودم باید که انا غلام باشم. غلام نباید که تو باشی، تو باید که هم تاجیکستان رو ویران نکنی. آفرین. ما کجای تاجیکستان رو ویران کردیم؟ کویا گپ زد؟ تو گفتاس امام علی این کرد، امام علی چی کرد وقتی که راه نداشت تو چا کردی ده هم تاجیکستان منه خدا تو خودی چه امام علی تاجیکستان یا تاجیکستان امام علیه؟ همین فرق بین این دو چیه؟ تو گفتاسی که امام علی همه جا ویران، امام علی تاجیکستان رو برقرار کرد. تو میدونی هم 91 خود چیشه برقرار کرد؟ کو یک تا حساب که یک بیا میریم یکم چند تا گیس سوخت نگو گیس که با خدا قسم امروز سوید ندارن مردم. بیا گیس یکم گیس سوخت نگی مردم سوید نداره دیم همه جا سوید داره همه جا روشنایی بنام خدا قسم سودیه اینو بیچاره زنکه که 5 کودک شکشتگی بود سودش تماشا کردم در سودیه نداره سوید بعد چراغ تلفن قطعی سودک گذرانده سه در دوشنبه سودیه تو در اینجا وای نکو امام علی فرمان میتید وقتی که اگر تو دیم تو باشد وظیفه دیم شبیار مردم فهمیده سن که تو یعنی چنگ ساخته مثل سوید نداریم دیم فایده شبیار دیم فایدهش که وقتی که ما جکن تو دوشنبه میرفتیم هفته هاش کتی باز 4 ساعت شنبه با خوجان با لوبو جایی که خواه میریم. آفرین. یا روهای پولکی که با دامادی پرزیدنت داخل دارن یگان انداز با دولت نمیتیان همون راه را در نظر دارید. من گوش کن انداز پاسکو مسپرات تو داین هفته سال ماه کار کنی نمیتونی. همین دامادای پرزیدنت انداز میتیان روهای پولکی خوجان انداز میتیان و نمیتیان. تو تاجیکستان با 7 سال ره حاضر گفتی که نیستم 4 سال 5 سال ره یک سوم تاجیکستان با درآمد رنگی تو میلیون ها شود میلیون روبل در تاجیکستان ضرر. بچه تو فایده شو بگو یعنی راه ها را ساز کرد راه های پولکی که میگیره پولی مردم پولا میگیره در 30 میلیون 30 کیلومتر ساخته ای درک داری؟ تو هم تو فکر کنی زندگی خدا به معلمه تا دکتره تا باید سیم شبیار اوجه مردم فهمیدن که راه ها چخیل است و اگر راه ها ساز باشه و خوب باشه از نچید مردم رحمت میگن مرا اگر که خوب نباشه بر پدری ساختگی مالی لعنت میگن دوام بده. سیم فایدهش چی است؟ چی فایده آورد سیم فایده تو مالی را بگو. که اینجا امونی تاجیکستان برقرار کرد تو هم خدا و شکر نکنی شما هم برای آدم منو گشته ویران کرد. یک دقیقه همین تنجی امانی را در سازشنامه صلح حکیم امضا کردی بود کیها بودن که در سازشنامه صلح امضا کردن کیها یکم شده در صلح امام علی کرد امام علی اگر حاضر تو همین تاجیکستان حاضر امام علی روابط برده پرزیدنت مونه مهانترا خب بعد یک سال چیزی که بود امام علی کرد تو گشته همون دعا سر میتی ازبکستان میرد یا خیلی مرا پرزیدنت نمونه نخی مرا پرزیدنت نمونه یا آدم نمونه کمتر مقصد با سواد باشه با عقل باشه از هنه ظلمی مردم بالای سری مردم نیوره با تو چیز اون کرد تو تاجیکستان پیش کرد مرا نه صدها تا مادرها و خواهرای ما در خارجه از ظلم زندگی دارن خود اینجا با خود اون دنیا با همه دنیا با گناه کردی اون دنیا با عذاب تو میکشی تو دانستگی. خب تمام سیم شفا چهارم فایده امالی را بگو. امالی چهارم فایدهش چیه؟ کیا فایده دیگه؟ امالی برای توجیه کرد ولی ملتش کرد. چو کده؟ از تو پرزیدنت ناو میمونید پرزیدنت ناو نه فایده امالی را بگو. ما وقتی که فایده امالی را گفتم ما در ضررش بسیار دیدگیم
شدوست همش اپشتی مامالی شدوست دوشنبه را بین مسکو با در روی وردا بین همش همون وای او چی میفورد تو دوشنبه مسکو دا بازی شده یا سبحان الله تنش نه بازی با یک دقیقه فقط تاجیکستان همین دوشنبه است تمام تاجیکستان تنها دوشنبه است تمام یا دیگه منطقه داره همه جوش بازی همه جوش بازی بعد چی با در یاوان در ناحیه رودکی در دیگه جاها نه سویت نه برق نه زندگی خوبه نه آبادی ای تو نباش تاجیکستان اگجا میدونی تاجیکستان چی نویگر ای بچه اینه بخدا قسم همین دی روزک یاوان تماشا کردن تماشا کردن یاوان نگاه که مکتبا ندارن در کانی ویدیو چه من باید برای کن ها زیروز من ویدیو رو میرم برادرایی که من تماشا دارین همون ویدیوی زنی که در یاوان بود که درش محکم است از تیریزه خارج میشه داخل میشه همون ویدیو را بتونین در تلگرامی همین گروه 24 پرتوین ما بگیریم همین سون شما ضد دولت نبرید حال این مادر و پسر هر روز همین است از این کلبه ویرانه از کسی نمیگریزند از بس که خانه در ندارد مجبورند از تیریزه بیرون آیند چی دار خوشرو نبود در خوشرو نبود برای محکم کردیم گفته هوی نشوه خونم نداره نگینه حبیبова و پسری 6 سالش در این کلبه در دهه چوپان آبادی یاوان زندگی میکنند. مادری تنهاست. کلبه از پدرش میراث مانده است. با ترس و وحشت شب را در آن روز میکنند. دولت نبره خدا با شکر کنی. ما زیدی دولت نیستیم. کسی که زیدی دولت ما زیدی اویم. ما زیدی امام علی و رژیمش هستیم. شما دولت از امام علی و از حکومت فرق کنین. وقتی که ما گپ میزنیم که ما زیدی امام علیم و زیاده گوش که شما ما را فرق کنین. فرق یک میگم فرق. این دست چپ دست راست نه فرق که نگاه که ما میگیم که زیدی امام علیم و رژیم امام علیم. اینجا دولت ما دولت چیکار داریم؟ ما که زیدی دولت برآمدیم. گفتاست که ایمو ها؟ پدرت کلونه باید که تو هم قانونش گوش کنی یا پدرت یا گپ چی گفت یگان چی اون گپ دیگه پدرم که پدرم باشه یا که پدر خودت باشه هر کسی را باشه وقتی که قانون رعایت نکرد در پیشگاه خداوندم جواب میگه و هم در پیش مردم کدام قانون رعایت نکرد قانون بیا رفتیم سر میکنیم تجاوز در قانون دو بار گفت 5 ساله اوکی گفتیم دو بار 7 ساله گفت اوکی گفتیم با بار بعدی برامد گفت که ویچن پرزیدنت دائمی قبولش داری زیدی قانون رو من نگفتم تو مرا گوش کن انتخابات آزاد بود 90 تو انتخاب کردی هم امام علی را انتخابات دبدی انتخابات بود نبودم میشدم 10 و 100 و میلیارد بار انتخاب میکردم تو یک طرفدار قبولش میکردگی آدم نبوده در انتخابات ما بیزار مایو خیلی در انتخابات میشم جنگ تو بیسواد اخی تو بیسوادی تو نمیفهمی گوش که کردم وقت بسیار بهوده نگذرون امام علی دیکتاتور است مشکنه میشه انشالله به خواست خداوند و انشالله که بس که بسیار بعد به معنی گذشتی ما قطع آدم رو گپ زدم آدم رو گپ زد دشنم نکه خورد نکه وقتی که ما انا گپ زدم که ظلمای حکومت دیکتاتوری ظالمای ما از رژیم و از رژیم حکومت گپ زدم نزدی دولتم و نزدی ملت و نزدی تاجیکستان من در کجا گفتم که تاجیکستان نمیشود تاجیکستان فعلا یا که من در کجا گفتم که ملت تاجیک نمیشود یا که من در کجا دولت تاجیکستان نمیشه دشرم کرده و قرار زیدش گپ زدم من بر ضد یک انسان ظالم خیانتکاری مقصد خلق مردم ظلم میکرده گپ زدم شما فرق کنین این چیزا زنگ دیگر رو میبرداریم